قلمبه یه نژاد اشرافی و باستانیه که اصالتش به چین و قدمتش به 400 سال قبل از میلاد مسیح برمیگرده. این نژاد از همون ابتدا یک سگ سلطنتی بود و فقط پادشاهان یا افراد ثروتمند حق داشتن ازش نگهداری کنن. نکته جالب اینجاست اگر در دست رعیت دیده میشد اون شخص رو جریمه یا حتی اعدام میکردن. بیشتر سگ‌های امروزی در طول زمان تغییر کاربری دادن. برای مثال ژرمن شپرد در گذشته چوپان بوده اما امروزه یک سگ خونگی به حساب میاد. اما پاگ‌ها از همون گذشته یک سگ همدم و خونگی بودن. علاوه بر این پادشاهان چینی علاقه بسیار زیادی به پاگ داشتن و به خاطر همین همیشه چند نگهبان و خدمتکار ازش محافظت و مراقبت میکردن. امروزه همین سگ تو لیست محبوب ترین سگ‌های دنیا قرار میگیره چون سر و صدای کمی داره، بسیار مهربونه و محاله که شما از پاگ نگهداری کنی و حال روحیت خوب نباشه. البته بعضی اوقات ممکنه پاگ